من یه ویلا داشتم در شمال، ویلای هویدا تقریبا 5 تا بعد از من بود. یکی از این پنجشنبه ها نگاه کردم دیدم ماشین آقای هویدا اومد تو. آقای هویدا اومد بالا و پدرم هم با من بود. گفتن که پدرت هم بردار بیار خونه ما، چند تا مهمون داریم. گفتم که بسیار خوب، چشم. بعد گفت مشروب داری؟ گفتم که چی میخواستیم؟ میخوایم یه آبجو بدم خنک باشه بخوریم. پدرم یهو پرید وسط با اون لهجه ترکی فارسیش گفت آبجو چیه؟ آراغ بخوره. آقای هویدا خوشش اومد، گفت آره یه گیلاس ودکا میخورم. پدرم رفت و یه گیلاس ریخت و آورد و آقای هویدا خورد و بعد گفتش که پس شب یادتون نره و بعد سوار ماشین شد رفت. من به پدرم گفتم پدر شما نشناختی این آقا رو؟ گفت نه چی بود؟ گفتم آقای هویدا نخست وزیر. یه خود سکوت کرد، بعد گفت آخه تو چه گوهی هستی که نخست وزیر بیاد اینجا آراغ میکنه؟